که بر جریده پیکر نوشته‌اند، سرخط بندگی است که از سر نوشته‌اند. مانند آدمی نتوان یافت خلقتی، کور از هر عجیب عجیبتر نوشته‌اند. در کائنات آنچه با عرش است تا به فرش، اندر بشر به ظاهر و مضمر نوشته‌اند. نام محمد است سراپای آدمی، زهرا برای حیدر صفدر نوشته‌اند. یا رب چه صورتی است جمال بدیع تو، که از هر چه صورت است نیکوتر نوشته‌اند. مانند صورت تو به چندین هزار ساله، چندین هزار صورت دیگر نوشته‌اند، اما به صورت تو تصور نمی شود آن صورتی که بر رخ خاور نوشته‌اند. خمیازه دم دو خم ابروی تو را خونریز در ز تیغ دو پیکر نوشته‌اند. درج عقیق و میم دهان و لب تو را یاقوت و لعل و لؤلؤ و گوهر نوشته‌اند. جانا تو کیستی که همه آل نظم و نثر خود را به حضرت تو ثناگر نوشته‌اند. جان را فدای نام تو جانا نکرده‌اند، دل را به دام زلف تو دلبر نوشته‌اند. ارباب صنع اطلس نه توی چرخه را بر جبه جلال تو استر نوشته‌اند. بشنو که باز بر ورق لوح خاطرم سرمطلعی بدین نمط از بر نوشته‌اند. آنان که مدح آل پیمبر نوشته‌اند، خط جواز بر ورق زر نوشته‌اند. از نقطه های یای علی ساکنان عرش بر آسمان شمایل اختر نوشته‌اند. قدری ابانی حسن مجتبی را با ساکنان صدر برابر نوشته‌اند. از خون پاک یلق جگر گوشه حسین بر چهره افق خط احمر نوشته‌اند. عصفور سقف روضه زین العباد را سیمرغ قاب عرصه محشر نوشته‌اند. کشف حقایق از رگ باقر نموده‌اند، وانگه بیان مذهب جعفر نوشته‌اند. بر آستان روضه حسام مسیح را بیمار بی بضاعت و مضطر نوشته‌اند. خاک مزار فیض رضا را جهانیان نور دو چشم احول و اعور نوشته‌اند. حرز جواد جود تقی را ملائکه از روی شوق بر ورق زر نوشته‌اند. نام تقی و وصف نقی را شهنشهان از روی حفظ بر سر افسر نوشته‌اند. مدح و مناقب حسن عسکری را بر هر قصیده مطلع دیگر نوشته‌اند. تسبیح نام مهدی هادی نکرده‌اند. من چون کنم اگر که مکرر نوشته‌اند نام مرا به دفتر مدح تو فاطمه، بلبل نهاده‌اند و سخن بر نوشته‌اند. فخرم همین بس است که این بنده را عجب دیوانه گفته‌اند و قلندر نوشته‌اند. بزرگوار خدایا و
کن تو بنده